سلام، من حمید رضایی هستم. خوش اومدید به کانال جعبه مهارت‌ها. امروز میخوایم با نوتپد و CMD یا همون پاورشل شروع کنیم به برنامه نویسی. حتما عضو کانال ما بشید تا ویدیوهای آموزشی رو از دست ندید. من از خیلی شنیدم که میگن چون سیستمم ضعیفه نمیتونم برنامه نویسی شروع کنم، یا انگلیسی بلد نیستم، یا برنامه نویسی ریاضی میخواد. ولی من وقتی برنامه نویسی رو شروع کردم سیستمم ضعیف بود و تونستم برنامه نویسی رو با همون نوتپد و CMD یاد بگیرم. تا الانم ریاضی به کارم نیومده. شاید بعضی وقتا با پاورشل کار کنم بهتاش بگم مثلا CMD. اگه اینجوری گفتم بدونید که منظورم همون پاورشل هستش. اول میریم پایتون رو از اینترنت دانلود میکنیم. قبلش یه نکته بگم، اونم این که اگه کاربر عادی کامپیوتر هستید میتونید داخل کامپیوتر مثلا پوشه باز کنید، فایل کپی کنید، فایل رو ذخیره کنید یا باز کنید، تو اینترنت بچرخید یا فایلی رو دانلود کنید. قطعا شما میتونید برنامه نویسی رو شروع بکنید. ما هم الان میریم از اینترنت پایتون رو دانلود میکنیم. چون من پایتون بلد هستم با پایتون شروع میکنیم. خب گوگل کروم رو باز میکنم، میرم سایت گوگل. خب اینجا می نویسم پایتون یا دانلود پایتون. فارسی هم می نویسم که نگید انگلیسی بود، سخت بود نتونستیم. معمول است تو سافت 98 هست و میاره. خب ورژن 3.14 رو سایت هست، بریم که دانلودش بکنیم. بله، فیلتر شکنم چون بازه. خب خب اچ زدم اومدم پایین رو هدینگ. الان ال میزنم. این بستگی به سیستمتون داره دیگه. قطعا اگه ویندوز 11 باشید ویندوز 32 بیتی ندارید، 64 بیته، ولی خب میتونید 32 بیت رو هم دانلود بکنید. میگن هر دوتاش کار میکنه، فرقی نداره، ولی من همون 64 بیت رو برمیدارم. روش اینتر میزنم. آلت زدم تا صفحه آیدیم رو پیدا کردم. استارت رو میزنم. خب تموم شد دانلودش. خب فایل های سافت 98 معمولا فشرده هست و باید پازش بکنیم. اپلیکیشن میزنم. من با 7 بازش میکنم. شاید شما یه برنامه دیگه داشته باشی که با اون اکسترکت بکنید. قطعا اینا رو دیگه بلد هستید. رمزش رو زدم و اینتر رو میزنم. باز شد ولی نمیدونم کجا افتاد. بذار بندازیم داخل این پوشه تست که راحت پیداش کنیم.
خب این روی این اینتر میزنم که فایل اگزه بود فکر کنم. آره که فایل اگزه هستش. اگه هم سیستمتون UACش فعال بود، همون یوزر اکان کنترل، اپلیکیشن بزنید واسه محض احتیاط ران ادمینش بکنید، شاید هم نیازی نباشه. رو این صفحه تب میزنم، تیک این گزینه رو حتما باید بزنید، add python exe to pass. اینو تیک نزنید وقتی با پاورشل میخواید کد رو اجرا بکنید اجرا نمیشه، یعنی در واقع نمیشناسه. باید تیک add to pass رو حتما بزنید. بقیه گزینه ها نیازی نیست دست بزنید بهش. بعد تب میزنید، میایید اینستال نا رو میزنید، اینتر یا اسپیس، که من معمولا اسپیس میزنم. داره نصب میشه. میبینید که خیلی ساده است نصبش و کار سختی هم نیست، فقط باید تیک اد تو پس رو بزنید و اینستال نا رو بزنید تا نصب بشه. تا این نصب میشه حتما یه نکته بگم، اونم این که ویدیوها رو از خود یوتیوب ببینید تا اینکه ما رو حمایت بکنید با این کارتون. بله هنوز نصب نشده. این صفحه های اضافه رو ببندم. اینجا به هیچی دست نزنید، تب بزنید و بیایید این کلوز رو بزنید. خب من همینجا یه دونه فایل txt درست میکنم، اپلیکیشن رو میزنم، تا آمدم بالا و نیو رو پیدا کردم، روی این گزینه انتر میزنم. خب با دیلیت اینا رو پاک میکنم. حتما باید فرمت فایل رو عوض بکنید. فایلتون نقطه .txt هستش و اون نقطه .txt رو باید تغییر بدید به نقطه .py. اگه هم نشون نمیده بهتون، بذارید بگم که از کدوم ور باید اون گزینه رو فعال بکنید تا فرمت فایل ها رو بهتون نشون بده. ران رو میزنم، کنترل می نویسم، F رو میزنم، اینتر زدم، یه شیفت تب زدم، اومدم سمت راست، S رو میزنم، میام پایین. این گزینه اگه آن باشه، خب من الان آنش کردم واسم آف. میبینید دیگه نمیگه نیو تکست داکیومنت دات txt، اون گزینه باید آف باشه. برگشتم همین قسمت، اینجا فاصله رو میزنم، این گزینه باید آف باشه، اوکی رو میزنم، کنترل پنل رو بستم. خب برای اینکه کامل بخونه واسهتون همه چی رو، این سه تا پی رو بزنید، اینو بذارید رو اول که همه چی رو بگه، اون نقطه نمیدونم به علاوه پارانتز باز و بسته همه چی رو میخونه، چون تو کد نوشتن لازمتون میشه این. من اینو کلا اسمش رو با فرمتش تغییر میدم. پرسید که میخواید فرمتش رو تغییر بدید، گفتم یس رو زدم. شما هر اسم میخواستید میتونید روش بذارید، فرقی نمیکنه. حالا من انگلیسی نوشتم روش.
اگه هم با نوتپد باز نکرد واسهتون روش اپلیکیشن بزنید تنظیمش بکنید که با نوتپد باز کنه واسهتون. اوپن وید رو باز میکنید، یه دونه میریم بالا، چوز انادر اپ رو زدم، به اینجا حرکت میکنید نوتپد رو پیدا میکنید. مال من چون رو نوتپد بود همون نوتپده. اگه ویندوز 11 باشید always رو میزنید، خودش با نوتپد باز میشه. اولین و ساده ترین دستور تو برنامه نویسی حالا تو پایتون دستور پرینت هستش. دستور پرینت کلن رو CMD که اجرا میکنید فایل پای رو نوشته رو چاپ میکنه رو صفحش. پرینت هم که تو فارسی میگیم دیگه، معنیش چاپ کردنه. یه دونه همون پرینت هم مینویسم اینجا. من اینا رو لاتین می نویسم چون احتمالا رو CMD به صورت بینایی نشون نده فارسی رو، به اون خاطر همون فارسی رو لاتین می نویسم. ببینید همه علائم رو می خونه. رشته ها رو حتما باید داخل کوتیشن قرار بدیم. اگه داخل کوتیشن قرار ندید متغیر میشناسه و خطا میده. حالا تستش میکنیم. و اینکه پارانتز باز و بستم حتما باید باشه. کنترل اس رو میزنم، با کنترل دابلیو بستمش، یه دونه کنترل اسپیس میزنم، شیفت F10 میزنم، یه چند تا اومدم بالا، اوپن پاورشل هیر رو پیدا کردم، روی این اینتر میزنم. وقتی پاورشل رو اینجا باز میکنید تو همون مسیر باز میشه و راحت میتونید همونجا برنامه رو اجرا بکنید. خب اینجا می نویسم پی وای فاصله start.py. دو حرف اولش رو بنویسم تب بزنم خودش کامل میکنه. ببینید کلا خودش کامل کرد. هومو زدم، الان میرم سمت راست. دیگه نیازی نبود کامل بنویسم، میتونستم کامل هم بنویسم. حالا روش اینتر میزنم ببینم اجرا میشه یا نه. خب حالا یا دیر اجرا شد نگفت یا اینکه هرچی بود حرکت کردم. اگه NVDA تون، اینا واسه نابیده ها میگم، اگه NVDA تون رو اینسرت و چیز رو حالت لپتاپ بود باید بذاریدش رو آبجکت ریویو. من حالت دسکتاپش رو تست نکردم. بذارید بزنم ببینم. آره رو حالت دسکتاپش هم با 7.9 میشه حرکت کرد. یه دونه اومدم بالا، دوباره میزنم روش ببینم میگه بهم یا نه. دیدید که گفت بهم. اومدم بالا با کپس لاک و زدنمای بالا چپ راست حرکت کردم. دیدید که اون پارانتز و کوتیشنی که گذاشته بودیم هیچ کدومش رو اینجا نذاشت واسمون، فقط اون سلام خالی رو چاپ کرد. یه دستور ساده تو پایتونه که واسه شروع معمولا اینو میگه. گفتم داخل کوتیشن باید بنویسیم دیگه. میرم اون دوتا کوتیشن رو حذف میکنم که تیک بود. شیفت و همون تیک رو بگیرید این کد رو هم میگه. اینم درسته، این مدلی هم میتونید بذارید. همین رو ذخیره میکنم، کنترل اس رو زدم، دوباره اجراش میکنم. میبینید میگه سلام تعریف نشده. اگه داخل کوتیشن باشه این خطا رو نمیده.
بذارید. اینو کلا پاک میکنم. الان با کوتیشن نوشتم هلو ورلد رو نوشتم، سلام دنیا. هر چیز دیگه ای هم میتونید بنویسید. روش اینتر میزنم، اومدم رو صفحه CMD. میبینید پرینت کرد رو صفحه. این مدلی میتونید برنامه نویسی رو شروع بکنید، مخصوصا با پایتون. آموزش ها رو حتما گوش بدید. حالا سعی میکنم جلسات دیگرش هم بذارم، آموزش بدم به صورت ساده. ولی خب تو اینترنت هم یه عالمه مطالب آموزشی هست که میتونید استفاده بکنید. از هوش مصنوعی کمک بگیرید. هر سوالی داشتید از هوش مصنوعی بپرسید تا بتونید یادش بگیرید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک و کامنت یادتون نره و عضو کانال هم بشید. امیدوارم که ویدیو به دردتون خورده باشه.